برگزاری هفته‌های فرهنگی در واقع تبلور نمایش اشتراکات فرهنگی در سه کشور فارس زبان ایران و تاجیکستان و افغانستان است. ما با گویش‌های تاجیکی، دری همواره با تقویت اون بایستی میراث نیاکان خودمون را پاس بداریم و گرامی بداریم و اطمینان دارم که با تدبیری که سران دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان برای توسعه روابط اندیشیدن، انشالله ما هم در عرصه عمل بتونیم گام‌های موثری برداریم. همین برگزاری هفته‌های فرهنگی تاجیکستان در تهران که در ماه قبل بود و جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان که امروز مراسم گشایش بود، حاکی از این است که عزم برای توسعه روابط دو کشور هم فرهنگ و هم زبان بالاست و بایستی انشالله در این مسیر بیشتر کار بکنیم.